میخوام یه واد بزنم تو کپ تایم کلیش 15 دقیقه است. 3 راند 21 ددلیفت 102 کیلویی، 15 تا استریک هندستند پوشاپ، 3 دقیقه استراحت و 3 راند 9 تا ددلیفت 143 کیلویی، 12 تا بار ماسل آپ. اینا همشون با هم توی کپ تایم، یعنی اون استراحت 3 دقیقه‌ای هم جزء اون کپ تایم 15 دقیقه‌ای حساب میشه. در کل واسه استارت کاری که میخوایم بزنیم خوب بود. انشالله بتونم بیشتر بچه‌هایی که حالا راجع به برنامه تمرینی خودم سوال میکنن رو بتونم بیشتر در جریان بذارم. ممنون ازت.